تنها هنرپیشه‌ای که رقم میلیارد واسش شوخیه، اما یه زمانی راننده آمبولانس بوده. مهران مدیری رو اونطوری نگاه نکنید. ایشون یه مدتی جبهه رفته و اونجا RPG زن بوده و برای روحیه رزمنده ها نمایش اجرا می‌کرده. میگن یه مدتی ایشون راننده آمبولانس بوده و انقدر کرایه خونش رو دیر پرداخت می‌کرده که صاحب خونه ها همش جوابش می‌کردن. اما وقتی که فقط 27 سالش بود، سریال ساعت خوش رو میسازه و افراد مشهوری مثل رضا عطاران و رضا شفیعی جم رو به مردم معرفی میکنه. جالبه که بدونی همین تازگی ها تو کنسرتش از کاراکتر سریال مرد هزار چهره گفت که اشک خیلی ها در اومد. در واقع اون شخصیت الهام گرفته شده از پدر خود آقای مدیری بوده، یه آدم ساکت و تنها. وقتی که درباره پدرش دوباره صحبت کرد، هم خودش هم مردم بغض کردن. هیچ وقت یادم نمیره ایشون با برنامه دور همی همیشه از دردامون گفتن و هم یه مجالی برای خندیدن بهمون دادن و هم یه مجالی برای فکر کردن. اگه شما